تولی و تبری یعنی اظهار الحب و اظهار البغض. ان الله لا يقبل توحيده بدون النبوة ولا يقبل التوحید و النبوة بدون الولاية. میگه ما نباید سب بکنیم. کجا قرآن گفته ما نباید سب بکنیم؟ کجا به نحو مطلق گفته؟ این تلبیس ابلیس چجوریه دیگه؟ تو خود قرآن سب نیست. عتل بعد ذلك زنیم، این قرآنه یا نه؟ سبه یا نه؟ یعنی قرآن برخلاف خودش گفته؟ قرآن میگه سب نکنید، خود قرآن سب میکنه؟ چرا باید دنبال خدا و قرآن و عطرت رفت؟ اونایی که یه آیه میگیرن یه آیه رو چشپوشی میکنن نمیگیرن، قرآن فرموده یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. ولد الزنا سب هست یا نه؟ بی پدر سب هست یا نه؟ سب یا نه؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا نگفتن الا و ان الدعی ابن الدعی، بی پدر پسر بی پدر.